سلام همه بچه های عزیز. بچه خیلی خوش اومدین به بازی امروز من این بازی شبیه سازه بک فلیپ. خب بچه ها بدون معطلی بزنین بریم و اینکه بازیش خیلی باحاله و من حالا چرا تا لول 22 رو اومدم توی ادامه بازی بهتون میگم. خب کانال ما رو هم میتونین توی یوتیوب هم توی آپارات دنبال کنین. خب بیان که ببینیم چه شکلیه. بچه من یه چند تا پارتشو با صورت نماریکسی اومدیم ولی متاسفانه یه اختلالی تو سیستم افتاد، سیستم نتونست درست بشه. خب کسایی که از یوتیوب ما رو میان میبینن حتما ما رو دنبالمون کنن و اینکه اگه ایرانی هستیم و دسترسیتون براتون توی یوتیوب سخته آپارات ما رو دنبال کنین. لینک آپارات ما توی توضیحات یوتیوب هست. خب پس بدون معطل بزنین بریم. ببین هر جایی که بپریم یه وین بهمون میده که این وینا پولی میشن که ما بتونیم هی بریم خودمون رو ارتقا بدیم و بتونیم چیزامون رو بخریم. خب یه چیزی شبیه روپیه ولی اون نیست. خب بریم بزنیم که بریم. ای وای خب بدیم که بعد بریم. ای وای شمرده بعد بزنیم توی شبیه ساز. خب حالا ادامه. ای وای طوریش نیست. خب بزنیم که بریم. لایک و کامنت ها اینم فراموشتون نشه. بودو میرسیم. فقط با یخت آرامش داشته. خب تا وینه چند اومدیم؟ بیاین تا 100 حداقل بریم. وای تا 100 رسیده بودیم. دیدیم این اولیه رو زیاد توقف نمی کنیم چون که این اولیه فاصله بینشون زیاد نیست و همین شکلی اگه بتونیم بزنیم. خب بله درجه 35 وینو اومدیم. همین شکلی بزنیم که بریم. اینجا هم 45 وین. خب بدوین. ببین همین شکلی باید اسپیس کنی. همین شکلی که هی اسپیس کنی. خب همین شکلی که هی اسپیس میکنی هی میپره و هی لولات ما از این پایین زیاد میکنه. اشتباهی من ببخشید موس اینجا گیر کرده بود. من حالا موس اومده اون من اینجا لولامونه و اونجا هم بقیه چیزاست. خب بچه ها ما تا لول 22 رو من اومدم که تا بقیهشو برم ولی انگار نمیشه. ولی حالا تا لول 22 که تا لول 22 تا 100 اومدیم حداقل من 100 وینو بگیرم. خب 100 وینو که حالا گرفتیم حالا ببینیم که میتونیم تا 200 وینو بگیریم. ای وای ببخشید من دستم روی موس نبود برای همین یه لحظه توی جا به جایی سرش به مشکل خوردیم. خب بزنیم که بریم. اگر ویدیو رو دوست داشتین میتونین کانال ما رو دنبال کنین چون که ما
خیلی از این ویدیوها براتون میذاریم و بیشتر تلاش خودمونم میکنیم. و اینکه یه خبر دیگه هم که هم به فالوورای در آپاراتمون بدیم هم در یوتیوب اینه که ما داریم بخش زنده یوتیوبمونم را میندازیم و خبرها را توی کانال آپاراتمون میذاریم و وقتی که راه افتاد توی هر دو کانال اعلامیه‌اش رو میزنیم و روزش هم میگیم. خب برای اینکه مردم فیلم‌های ادامه‌مون رو از دست ندین ما را حتما دنبالمون کنین تا اطلاع رسانی لازم بهتون انجام بشه. خب بچه ما الان تا 245 وینو اومدیم، بعدیمون 100. بچه از شناختی که من چون که قبلا اومده بودم این بازی ها با صورت نماریکس که دوباره میان ببینین برای 200 سه تا یا 2 تا از اینا هست و اون یکی وین خیلی دوره، یعنی انقدر دوره که ممکنه که نباید هی تون پشت سر هم بزنی تا یه دفعه برسی بالا، چون که این باعث میشه که این سرعت اسپیس تموم شه و کلا این 22 لول 22 تا اسپیس جا میده. خب بذاریم بریم، حالا دیگه خودتون میبینین دیگه. یا برای کسایی که اومدن ثابت شده شمرده همه یک جا نمرده. وای دیدینش رسیده بودیم. وای میگم اصلا کنید تا من یخته روی اینا را بریم. من باید برم روی 3 باش. چی میگی؟ انگار به ما اجازه نمیدید که این کارو کنیم. ببین یه چیز دیگه ببینین اگر ما بیایم اینجا وایسیم خب و اگه بخوایم این شکلی بپریم از این بالا بریم چی میشه؟ ببینیم از این بالا میشه رفت، چون که اینم یه راه دیگه شه. بس است، برای همین هیتا میره خواهیم بریم اونجا میفتیم. خب بدو حداقل یه لولی از 20 سر بیاریم بکنیمش، لولمون رو بیشتر بکنیم. خب بدو این که بریم. او 23 شد لول. خب فکر کنم الان دیگه میتونیم تا اونا بریم. بله خب صبر تا من یه لحظه آقا ببخشین مسگیر کرده روی صفحه حرکت نمیکنه. یه لحظه ببخشین مجبور شدیم این کارو باش بکنیم. خب هنوز 30 تا لول دیگه میخوام که ریپرت کنیم. این کارو که اگه بکنیم بزنیم روی این و بعدش اینجا براتون علامت این باشه روی نزنین اگه روی این علامتش بیاد کل لولاتون رو میخوره ولی خیلی بیشتر بهتون ده، یعنی همون قدری که ازتون گرفته در عرض 5 تا یا چندین پرش بهتون برمیگردونه. ولی حالا خب دیگه بیاین برای ادامه کار بریم جلو که ببینیم چی میشه. خب تا 45 وینو اومدیم. خب و باریکلا تا 100 اومدیم. حالا ببینیم شمرده اگه بتونیم بزنیم که میتونیم بزنیم. وای 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 من خدایا
تا دمش میرسی تا پاتو میخوای بذاری شتلب میفتی پایین. خب بریم حالا تلاش خود را بکنین که تلاش کنندگان خوب بوده. چی میگه؟ خب خب بچه ها اگه بتونیم تا اونجا برسیم خیلی کار مفیدی کردیم. ببین تا 200 رسیدیم حتما باید لایک کنین، چون که ما فالو کنین و هم لایک کنین و هم نظراتتون رو بذارین، چون که خیلی سخته. میبینین که دیگه خودتونم، ولی حالا خب دیگه ادامه راه بریم، کمتر حرف بزنیم. خب ببین از این لب وای میسی میپری. باریکلا. آن رسیدیم وای 200 وین وای بچه اینجاش غیر ممکن بود وقتی که من با MRX اومدم. وای یعنی کی باورش میشد که ما بدون تا 200 وینا بیان. وای اصلا یه چیز عجیب و غریبی ها. وای آقا ببینیم پس باید لایک ها بزنیم. خب یس. خب ما الان چی باید تغییر بدیم؟ لولمونو که نمیخوایم. زبان تا نباید یه کفشی چیزی بگیریم. کفشمون فکر کنم باید با لولمون عوض شه. ببینیم ما الان قرمزیم، ما الان فکر کنم باید بیایم اینو بگیریم. آها گرفتیم. خب این کفشمون سبز شد. خب دوباره بعد حالا تا 200 دوباره بریم و دوباره بعد از 200 دوباره تا 300 بریم. وای ببینین بعد بریم ببینین. وای خب حداقل تا 200 که میری گن نزن دیگه. ببینین من خیلی دارم عجله کار میکنم. وای یعنی اصلا این عجله کار کردنه. وای عجب هیجانی داره. ببینین ولی واقعا من دارم خیلی عجله کار میکنم، نباید این شکلی بشه. ولی تا میتونین این بازی ها انجام ندین پدر کیبوردتون رو در میارد، مخصوصا کلید اسپیس ها کلید دبلیو دیگه واقعا پدر کیبورد در میاد هی بخوای دق بکنی روش. خب ادامه رو ما بیاریم. بپر وای نخورم به اینا نخوری به اینا. و بعد 100 وین دوباره باید بری اینجا و اینجا دقیقا لب به لب وای میسیم میپری. ای وای کی لب به لب یاد داد که با به لب به لبش وایسه برش بپری؟
و بله دوباره رسیدیم. و دوباره به اینجا رسیدیم. چند وین بود؟ خب این 40 وینه. نه این 100. خب این دقیقا الان لب به لب جدولش وایستادیم دیگه. خب دیگه حالا بعد شمرده آهسته پیوسته هی بزنیم. آقا آروم روی اعصاب خودت مسلط باش، اصلا جای هیچی نگرانی نیست. یا سب کن. چه من اینقدر خوشحالی کردم؟ من واقعا نمیدونم اینا همه خوشحالی کردن برای چی بوده. آقا این 200 ما گرفتیم. آقا من دیگه 200 نمیخوام دیگه، حداقل 250 بده ما رو خوشحالمون کن بریم دیگه. خب ببینیم تا 250 رو میتونیم بریم یا نه. ببین الان لب به لبشی. خب یا ابوالفضل یا حضرت موسی، چقدر دوره، خیلی دوره، باورتون میشه؟ آقا حداقل بذارین تا من ببینم دنبه شماره بعدی چقدره. خب حداقل رنگ دنبه رو عوضش کنیم، یا بذارین تا انقدر پولمون جمع شد عوضش کنیم. آره بعدش دوم سرعتتون رو بیشتر میکنه. الان ببینین هم کف سرعتتون رو بیشتر میکنه هم دنب. من اینو نمیدونستم، حتی راه رفتنتم ازت وین کم میکنه. خب دوباره اومدیم تا اینجا. بزنیم تا 200 بریم، دوباره از 200 پولشو بگیریم. 200 را خب انشا چندین تا 100. خب 100 از اینجا وایسا بپر. لازم به هیچ عجله ای نیست. چرا لازم عجله هست؟ وای سخته، خیلی سخته. آخه این دیگه چه کاری است ما داریم میخونیم؟ ما مو به تن آدم سیخ میشه. یعنی یا به 200 برسی یا این کارو بکنی مو به تنت سیخ میشه. خب بچه ما 3 تا تلاش دیگه برای به 100 نه به 250 بکنیم، بعدش دیگه ویدیو تمومه. خب بدو لطفاً. وای یعنی منو بگم این بازی همه چیزش تو وقت اقبالت است. یعنی حتی اگه یک کلیک هم نکنی، یه اسپیس نزنی به فنات میره. یعنی ببین تو ببینین چقدر برای اونایی سخت است که به انقدر اسپیس زده باشن ولی آخرش به 250 رسیده باشن ولی آخرش اون شکلی نرسیده باشن. خب
منظورم از اون شکلی چه شکلیه نرسیده باشن، یعنی ها تا دمش مثل ما میرسن ها، ولی بعدش یه دفعه پرت میشن پایین. خب بعد روی اون وین وای میسادیم و بله رو 40 وین وای سادیم. مگه پا نمالی به اون آب. وای خب چرا منو پرتم میکنی؟ چرا خب منو پرتم میکنی؟ واقعا مشکل تو با من چیه؟ واقعا مشکل تو با من چیه؟ یعنی این چه مشکلی است که تو با من داری؟ ببینین اینو چقدر زود رد میشن. اینایی که دنب دارن، این دنب خیلی بهشون کمک میکنه. حالا یه روز اماریکس رو میاریم، اماریکس تا اون 200 هی میرفت، ما هنوز تا 200 نمیتونستیم بریم. ببینه یعنی اونقدر پول جمع میکرد از اینجاش. ببینید مثلا همین کنار صفحه ما وینایی که ما داریم، ببینید اون چقدر بیشترشو داشت. ببینید یعنی یا بدبختی مزمن ما در اینجاست که وینامون تموم شه. بله من دارم میگم و وینامونم تموم میشه. اسپیس البته قدرت پرشمونه که تموم شه. خب آخه این دیگه چه کاریه؟ خب تموم نشه تو بتونی بری خب و تمومم اینت نشه. یعنی ببین اصلا اینا تموم نشه آقا. اصلا تو دنیا واقعی اگه یه همچین قابلیتی یا انسان داشت اصلا بدون این که نمی کرد میرفت همین شکلی بدون تعدادم بودا، ولی من مثلا اصلا هیچ فهمشو ندارم که بخوام بدونم چرا سازنده این بازی این کارا رو میکنن، ولی بعضیاشون هم این کارو میکنن برای جذب مخاطبه و این جذب مخاطبه خیلی بهشون کمک میکنه. و اینکه اصلا همین کار باعث میشه که مخاطب خیلی بیشتر بیاد و جذب این برنامه هاشون بشه. خب لب به لب وای میسیم و W اسپیس نگهدار اسپیس شماره به شماره W نگهدار اسپیس شماره به شماره باشه. بله نه 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 و بله خب بذاریم تا من یه دوم بریم. این بار یه دوم میخوایم بخریم. ببینید الان ما 400 تا رو داریم. خب صبر کنید تا ما یه دوم بخریم. خب دوم بامون کجان؟ آقا بده بره فقط دوم بخریم. خب یعنی از اینجا تا اونجا بریم چی میشه؟ چه چیزی شد؟ خب بچه این برای آخرشم باشه. خب که بعدن دوباره بعدش به این من نیستم، این خود منم اینجا. آقا منو قیافم آقا من خود اینم. منو میبینین من خودشم. من فقط لبخند میزنم اون لبخند نداره. وای عجب چیزی. یعنی یکی اومده ستا کامل و شکلی اسکینی ما را برداشته گذاشته رو. حالا دوممون اومد.
ببینین چه سرعتی گرفت. ببینین چه سرعتی گرفت. چقدر پریشامون بلندتر شدن. اصلا ببینین لب به لبش شد. وای 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 وای. بزن 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 بزن. آها و دوباره ادامه بده ادامه بده. آفرین آفرین، اصلا هیچ چیزی نیست. خب تا چندیم 100 اومدیم. خب من دوباره اینجا هم یادآوری کنم ما به زودی پخش زنده همون توی یوتیوب شروع میشه و اگر دسترسی و فیلماتون هم برای فیلمای زمان بندی و مشخصات دقیق ترم زودتر میذارم. خب و اینکه هر نفر یه چکی کنیم که یه موقع من فردا گذاشتم که باید چی کار کنیم. خب بچه ها و اینکه اگه دستتونم تو یوتیوب از سخته تو آپارات هم مسیح جنسیس بزنین، آپارات ما براتون بالا میاد و ما رو تو آپارات دنبال کنین. تو آپارات ویدیوهای بیشترمون هستا توی یوتیوب. خب دیگه سرتون هم در رو بردیم دیگه، بزنین که بریم. و بله این بود از کار امروز که تا 200 ببینین یکی فقط مونده بود. خب ببینیم تا میتونیم 250 رو بریم و دیگه ویدیو رو تمامش کنیم. و اینکه خب بزنیم که بریم دونه به دونه، شماره به شماره، دونه به دونه، شماره به شماره، دونه به دونه. نه خب نتونستیم بریم. خب من فکر میکنم تا 30 بخواد، تا 30 حتما فکر کنم من میخواد. خب پس بچه ها تا برنامه بعدی تو کانال ما و اینکه اگه میخواین بازی بعدیمون هم ببینین ما رو دنبال کنین. بچه ها لینک کانال آپاراتمون توی توضیحات یوتیوب قرار داره. خب عشقای منین و خدا نگهدارتون باشه. به زودی اطلاعات پخش زنده کانالمونم در دسترستون قرار میده.